قضیه سیاسی قضیه اجتماعی سیاسیه جبر کو ما تمام دا بحث ل بجین بغداد جید کن بحث طهران جید کن بحث دمشق جید کن او حاولن کو اف 4 دولت برانبر گلی کل هر 4 بارچن کردستان پرایوت بن لازم کرد یک دنگ بن به تایبتی د کنگره نتوکرد کنه که دا لازم همی لان فردا بجدار بن و یک رابن جبر کو کدنگی کان اجتماعی دروز بیتن تایبتی الباشور کردستان دا سالادارن هریمه بدویه باش آگهداری عوام پلانا بن ایدی هر حالوسته که هبیتن ریگر بن برانبر اوه دا گیرکاریا دولت ترک به فرمای که دیل باشور کردستانه یعنی تشتكي زور السير يعني توشي شوك مروف بيتن كو آليين كردي بدنگ بن برانبر او داگیرکاری دولت ترک باشور کردستان بریا اینا بارگان و فکرنا بارگان سپاه ترکیه هر واسه دانا بارگان میته حوالگیری آخر او کارسات حکمرانی دا تو ری بدی دزگاه که حوالگیری دولت که کوتا قبول نکرد و که قواره که سیاسی بچرنگا یعنی خود تو که دردز جی قبول نکرد اول روش اوات تکرین اگر صبح روش اوات بیت داگیر کرن یکم تشت کو ترکیه بکاتن گرتنا سنور نیف دولتی ابراهیم خلیل و فکرنا ویا جلای کو افر روش اوات کردستان جلایان و بیت داگیر کرن قال ناحیه قزار ربيعه وزمار جلای حکومت مرکزی و اتفاقی کن ویدم حکومت مرکزی عراق آمادنینه یعنی تشتكي باش بوهاري مبكت برو واجب دجيوه وهر وسط دولت ترك جيب دجيوه دي ركبن دجي قوارته كواته همو حولك هي سر هر 4 بار جيم كردستان سر قوارين كردي كو بين لواس كرن كواته اف حوله بجديه للروشاوا كردستان اللي باشو روشالات باكور كواته دفي داري دا بدويه كرد يعني برجاني خوين حزبي بدن لاكي وبير پاشاروج اوی گلی بکنو کودنگ بن سر اوی اگرنه روش به روش قواره کردی دی لواستر لیتن و مدی جید پرسار رفراندوم دا یعنی چند مراجعه سر رفراندوم هبن لیوا که دولت ترکیه دجی و راستیا خو پارتی سر کرده اتیاوت کرد بوچی دجی راستیا ما نه دوست تویبون یعنی که وقتا آشکرای بترات گینتم که دجی هر حوله که تدكي دجي قوارته فراكسيون كردي لبغداد كارم فشار الحكومه بغداد بكن كو بين السرخط بو اوج بالكو هرم كردستان چارچوب عراق فدرال ده مادام مصايب بيدويه لانين كردي بغدادي السرخط بن و هر واسه حكومه كردي الفيرجي السرخط بيتن نك افهمي تانكاري الدوله الترك دكن خلق سیویل دکن آرمانش روزانه گندو شینوار جووارن یعنی خلق می سیویل تو باران دکن دولت ترکیه سربازان خو هیزا خویا سربازی لهاتیه سنوری هریما کردستان تایبت جی دور آبادینان چند یعنی به نافچه که برفره داگیر کریه یعنی همشه ناو دارکی کاری لبدانی براستی جی چنگی دورن برفره هن حمله سنوری قضا احمدی و ناحیه شهرادزه و اوان دوران روبره که برفره داگیر کریه به هیجتا هنده که هیزن پککل بره هنه یعنی هر نوع کی بیتن پیجت هاتین ناف آخا هرم کردستانه و بن پیکاریان دجی خلقیت کن دجی حوالاتین هرم کردستانه کن بوینه یعنی بویا جه زیانان بو خلق هرم کردستانی همچنین کمالاتی و بله زیان دولت ترکیه هرم کردستانی همچنین کمالاتی و نه همچنین سیاسی و نه همچنین یعنی کشتو کالنه که خویش داخل نشیدم چند ناف کندو باشه خدا یعنی گشت و گذاری بکردن یا جی کشت و کالی بکردن کنتنوان هاتی نشول کردن خلق یکیشی بدنگ نینه پشتوانه دل که خلق کد دولت ترک بشتدار اومدید جی کل ناحیه شهرادزه بشوی که برفره خلقی ناراضی بونا خود درباره برانبر هبونا هیزن ترکیه الوی دوره بله پراسیج جهت داخلی دستالات ما یعنی لوی آستینینه کو یعنی هبونا هیزن ترکیه الوی ادانه بکردن یا جی حلویستک برانبر هبیتن اگر ها تو خلق کی خوشی حلویستک هبید برابر هبونا هیزن ترکیه الویره تسالات ما حاول دادن اوی دنگی بدنگ بکردن قد کردن راستی اوج جه شرمزاریه اوج جه لوازیات تسالات کردی الوی دوره اوت تا گوتن بو سر روش آوای یانجی بو سر باشور یانجی بو سر گروپا کی یانجی بو سر هیسن پککی اوب چه شبکه راستی نه بتن هجده که کوته دا گوتن اگر نه دولت ترک همو هزوشیان خو و همو حولن خو هرشت کته سر کردان هرشت کته سر ملت و گله کرد کو حالا جناب بنوی بدتن لو راجی به فروکیان به فروکوان نوچه دوره آمیدی سنور باشور کردستان بردمان کردن و خلکی شهید کردن خو اگر هجده ترکیه هبونه هزه پککی بیتن اره
بوچی خلک سیویل کتا آرمان جو اولید دادن یعنی حتی گلک نیزی که دور قضا آمیدی بردمان کردن خو هیچ پکه کلوری نه بله اوه چندی دیار کردن اوه بلگه کو دولت ترکیه دژی کردستانیا و دژی باشوریا روش آوا هیچ جدا یک نه دژی همین ملت کرد و حالا جنابنا ملت کرد دادن غیران آبوری هرمان کردستانی هیا روش آبوری خلکی باش نینه دولت ترک اوه بخو به دلیل دید که کو خلکی بخو دوری خواه کم کردن به برای آبوری برای داری دانا پاران بله پراستیجی خلکی ما و کمدید ما همیان دید خلکی دورا بادینان دورا آمیدیه چه شیوه بر سواد دولت ترک دا یعنی پیش شیوه که افشان دادین اگر هوید جی تلن دستانه یعنی جی کتاکو کیما گلک کیما او جی سرکفتن نه اینا یا پراستیجی چونکه خلک ما یه هاریکارا دیگه هم یعنی پیندان زانیاریان به ایزن ترکیه شبکو آرمانچه خوب بگن